بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فاجتهدوا فيها في الدعاء والعبادة. وقد يوفق بعض الناس لأن يرى علامات على أنها ليلة القدر، لما روى الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال العلماء: فقولها رضي الله عنها وعن أبويها أرأيت إن علمت دل على أنها قد تعلم. يضع الله جل وعلا بعض العلم لبعض خلقه من علاماتها وأماراتها، لكن لا يلزم من كون الإنسان لم يرى علامة عليها على أنه لم يقمها ولم يحيها، فليس هناك تلازم ما بين العبادة والقبول وبين وجود أمارة وعلامة على أنها ليلة القدر. اجتهدوا في الأوتار واجتهدوا في الشفع من كل الليالي. واعلموا عباد الله أننا جميعا لنا ذنوب نحب من الله أن يغفرها، ولنا عيوب نحب من الله أن يسترها، ولنا آمال نحب من الله أن يحققها، ولنا ديون نحب من الله أن يقضيها، ولنا مخاوف نحب من الله أن يؤمننا منها، وكل ذلك لا يعطيه ولا يدفعه إلا الرب تبارك وتعالى. فعلقوا بالله أنفسكم واحمدوا الله كثيرا وابدأوا الدعاء بكثرة الثناء عليه، فإنه لا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. ثم صلوا بعد حمدكم لله والثناء عليه على نبيكم، ثم تقربوا إلى الله بصالح الدعاء ملحين موقنين بالإجابة، لعل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. طوبى لمن مرة في العمر أدركها ونال منها الذي يبغيه مجتهدا. فليلة القدر خير قال خالقنا من 1000 شهر هنيئا من لها شهدا. فيها القرآن بأمر الله أنزله بعلمه وبهذا النص قد وعدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. حضار گرامی، برادران مؤمن و محترم، در آستانه ماه پربرکت، ماهی که
سراسر رحمت الله متعال بالای بندگانش است. ما و شما قرار داریم. دهه دوم رمضان مبارک قریب در سپری شدن است و دهه اخیری رمضان مبارک شروع میشه. قاعده است آدمی هوشیار در مسائل دنیا کسی می باشه که او تلاش میکنه برای بهره‌ورداری خود در روزهایی که در پیش رو داره. در تمام میدانهای تجارتی دنیا، زراعتی دنیا، اقتصادی دنیا قبل پروگرام گرفته میشه. تلاش میشه موسمی را طلب بکنه مردم تا که در اونجا فایده زیاد بکنه. اگر دیقان دمو وقتی که دانه کاریده میشه تنبلی بکنه، غفلت بکنه، چیزی را در زیر زمین پاش نده، در بهار چیزی برش حاصل نیست. به خاطری که دانه به دست آوردن برای خود وقت و موسم داره. باید در او موسم تو زمین آب بدی، قلبه کنی، چپه کنی، تخم در او بریزی. بعد از او دیگه مسائل به تو تعلق نداره. الله متعال است که او دانه را چه قسم شق می سازه، چه قسم او را نمو میده، چه قسم او را برگ میده و چه قسم دانه میگیره. فقط انسان کوشش خود در موقع میکنه. اگر در تیرماه سال دیقانای ما دانه را در زیر زمین نکنه، زمستان در زیر برفا دانه را بندازه، کلی مردم او را دیوانه میگه. واقعا هم همونطور است. به خاطر که تجربه شده در پیش مردم که در بهار اینطور آدم هیچ بهره نداره. تاجری ما ولو که در هر شق باشه تلاشش ایسته که کدام وقتی است که مردم زیاد متوجه اینی جنس و اینی قسم از مال است، دمو فرصت امو مال حاضر میکنه، منتظر میباشه که چه قسم فایده میکنم. تمامی مردم در بهره‌ورداری مسائل مادی دنیا ماشاءالله مهارت تام داره. دیگه وقتا شما نمیدیدی که سمبوسه یا پیکولی یا چیزای بولانی در دم شام کسی براتان بیاره. در گرمی روز یک نفر در دکانا میگشت که الا بولانی یا سوبکی میگشت، اما آلی در دم شام خوردم میبینی، کلانم میبینی، کلگی. به خاطری که موسمش است. مردم دمی وقت افطار بکنه و چیزی که برای افطار خوش دارن اینمی چیز خوش دارن. یک طفلم امی قدر درک داره که من ایتو نمی کنم که بولانی را صبح باده نماز سری مادر پخته کنم بیرون بکشم به مردم پیش کنم در بازار برم. صبحکی که مادرشان بگویه که برای ببر، بگه مادر جان کسی نمیخره، ولی روزه است کلگی تا وقتی که شام نشوده. اینمی قسم وقتی انسان ها در پیدا کردن آن چیزی که ضرورت دنیا و جسمشان است تلاش میکنه، از دقت کار میگیره. اینمی قسم بنده مومن روح خدا، بنده مومن جز اشرف بدن خدا، بنده مومن آن چیزی که تغذیه روحش است ای را باید بشناسه، وقتش بشناسه و او را تغذیه بکنه و از او موسم بهره ورداری بکنه. الله متعال آنقدر رحیم ذات است، آنقدر فراخ است رحمت الله متعال که در تلاش عزیز بندگان خود چه قسم مغفرت بکنه، چه قسم برش تکت بخشش بده، ساعتها را بر ما نوشته میکنه. ما را حتی تا این اندازه را الله متعال احسان میکنه، تا این اندازه را ما را متوجه میسازه که یک شب عبادت ما این بسیار عبادت های خیلی بزرگ در مقابلش رسیدگی نمیتونه. یک شب عبادت برابر 1000 شب عبادت، یک شب عبادت برابر 1000 شب عبادت. الله متعال بر ما نوشته کرده، اعلان کرده. الله صادق است، سخنش حق است، بنده خدا معاف میکنه. شما بگویی
که در بین بندگان الله متعال اگر در عمرش امچو شبه در امچو غفلت و در امچو بی اعتنایی تیر بکنه، این آدم بعد مستحق سختترین عذاب جهنم شود که الله متعال برش خواسته بود به این بنده که سالا را در غفلت تیر کرد، سالا را در عیش و عشرت تیر کرد، در خواهش طلبی تیر کرد، در پورا کردن خواهشات نفس تیر کرد. یک شب الله متعال برات تخصیص میده، یک شب، و برات میگه یک شب قیام لیل، یک شب عبادت الله برابر 1000 ماه است. 83 سال چیزی بالا میشه. بزرگترین عمری که امروز ما و شما میخوریم الا در 80 میرسیم یا نمیرسیم، در 70 میرسیم نمیرسیم. و بنده اگر تو همینطور موسم از دست میدی، بازم در لهو و لعب، بازم در دیدن فیلم، بازم نعوذ بالله در مذاق و خنده، بازم در خواب و غفلت تیر میکنی، به نزد الله چه عذر و حجت داری روز قیامت که قایم میشه؟ الله متعال از پیش سوال میکنه و بندیم کل عمر تیر کردی، کل عمر در لهو و لعب تیر کردی، در خوردن نوشیدن، فقط در تعمیر وجود خود، در بلند تراشی خود کاکا گشتی. ما برای بخشش تو یک شبم مقرر کرده بودم، خبرداری در کل عمرت، لیکن تو یک شبم باز نا آمدی، متوجه نشدی. این موسم آنقدر اهمیت داره. میفهمیم که الله متعال چه قسم بهانه برای بخشیدن گناه ما مقرر میکنه، اما ما بنده بازم در همچون ماه مبارک رمضان در قهوه خانه و شراب خانه نشسته باشم، با دوستی که تمام عمر مرا به جهنم سوق داده با او نشسته باشم، با او گشت و گذار بکنم. بله، اهمیت این ساعتا را، اهمیت اوقات کسی میدانه که او واقعا عقل داشته باشه، او واقعا به دین عقیده داشته باشه، به آخرت عقیده داشته باشه، به حساب و کتاب عقیده داشته باشه. همچون روز اگه از پیش آدم فوت میشه، اینطور فکر بکن که آدم اثر عقیده به آخرت نداره، اثر عقیده به عذاب جهنم نداره. چطور اینطور حالت، اینطور موقع از دست انسان برایه؟ در شب اخیر رمضان فرصت طلایی برای همه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم معمول مبارکش چی بود؟ عایشه رضی الله عنها می فرما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، وقتی که داخل می شد در شب اخیری رمضان، احیا لیله و ایقظ اهله و شد معذره، شبا را زنده تیر میکرد، اهل خدا خانواده خدا بیدار نگاه میکرد و ازاربند بسته میکرد، اهتمام میکرد به عبادت الله متعال. ما و تو مسلمان کدام وقت خدا آگاه کردیم؟ ما کلی کارای ما در شب اخیر، در روز اخیر رمضان جمع میشه. از امروز تیاری برای خریدن سودای عیدت نگرفتی که قرار در شب رمضان و روزی رمضان تو در عبادت تیر کنی، در تفقد و خیرخواهی مردم بی بضاعت تیر کنی، تلاش بکنی، در جستجو باشی. ملت ما گاهی اوقات در جایی که سمعت است، در جایی که خودنمایی است، در جایی که شهرت طلبی است، حاجی صاحب که میآید کارتا را توزیع میکنه، ختم داریم دیگه، وقتا کارتا را توزیع میکنه، ختم داریم. پدر جانم سالبرگیش است، سالش پر شده. مسلمان، مسلمانی که منطق نداری، مسلمانی که رهبری تا فراموش کردی، مسلمانی که پیغمبری که دلسوزترین شخصیت بود برای تو او را فراموش کردی. از دستورات رسول الله چیزی داری یا نداری؟ یقینا هر چیزی که دل تو میخواه امو قبول میشه، یعنی که آن چیزی را که رسول الله برات نقشه داده کدامش قبول میشه؟ رسول الله را تعقیب کو. ما ببینم تا که در روز اخیری رمضان مبارک تو در یک بیوه زده باشی، در یک یتیم زده باشی، در یک کسی که در زندان سرپرستش بندیسته، خانه به خانه قرض طلب میکنه، کسی برش نمیده، در یک کسی که تعالی را مسیاسرایی که چادرشن بیرون کسی ندیده بود، خو امروز او سرپرستش بندیست، بیچاره در کوچه ها میگرده. سال پر یک کرده رایستی،
ختمایی سنتی ورگیایی کرده رویستی. وقتی که رمضان مبارک میاد نه شب قدر میشناسی، نه اعتکاف میشناسی، نه مسجد میشناسی، نه حق مسلمان میشناسی. برادر مسلمانم، در روز قیامت چی جواب داری؟ چه قسم پیش میشی؟ از کدام دین تابعداری کردی؟ از کدام نظام تابعداری کردی؟ ده شب اخیر شبهای اعتکاف است. رسول الله می اعتکاف کنه، رسول الله می اعتکاف کنه. هر لحظهش، هر سخنش، هر حرکتش خیر است، خیر است، خیر است. قدم مبارک خیر است، گفتار مبارک خیر است، نشستش با سیاستش خیر است، ملاقاتش با صحابی خیر است. رسول الله که قمنده جهاد او میکرد، ترتیب جهاد او برابر میکرد، غمی ملت و ولس قطع از او بود، تعلیم و تربیه دین سری از او بود. او هم در شب اخیر تنها میکنه، خدا به عبادت خالی میکنه؟ بله میکنه. وقتی رسول الله نیاز داره به عبادت خدا خالی میکنه. تو مسلمان چیستی؟ تو مسلمان اج نیاز نداری. سالا در این وظیفه های دروغی خدا فریب دادیم، رشوت خوردیم، حرام خوردیم، غصب کردیم، توهین کردیم، دروغ گفتیم، قسمی ناحق خوردیم، از زور و ظلم، از مقام و منزلت خود اینطور غلط استفاده کردیم که پرسان نکن. بیا که یک دفعه در مسجد الله جدا بشی، یک شب همینطور تیر که در مسجد هوا خیلی فضای خوب داره، رنگ و روغن است، زیر قالین برات وار است، برگ گروب برات داغ است، لیکن شبا را تنها تیر کو که یک دفعه او روز برات یاد بیاید که تو را مردم میبره، در اختیاری خود نیستی، عورتی تا پوشانده نمیتانی، کل مال و داراییت باقی اینجا میمونه، در یک خانه تاریک اونجا میروی. اعتکاف تو را در یاد میاره که آخری منزلت کجاست، آخری با جایگاهت کجاست، اونجا خواب میکنی. امروز در این مسجد نشسته ای، نه پدر قطعت است، نه اولاد، نه مادر، نه زن، نه دنیا، هیچ چیز نیسته. فکر بکو، فکر روزی اینمی قسم تنها رفتن استی. اینجا خو یک نان و چای هم برات میآید، شام و صبحکی هم از خودگاهت میآید، از دوستا میآید، سلام سرت میپرته، یک کمی انس و الفت میگیری. در او خانه تاریک وقتی که گذاشته میشی کی همراهت است؟ زدی وزارت هم حاصل کردی، وکالت هم حاصل کردی، قماندانی هم حاصل کردی، بادیگاردا داشتی، کش و فش داشتی، اونجا میروی، اونجا میروی. چه زور و ظلم کردی سری ملت، چطور بیچارانت زجر دادی، اونجا میروی. چی همراهت است؟ کی همراهت است؟ و چی به دردت میخوره؟ و بنده مومن رمضان مبارک ده شب اخیر اعتکاف به انسان درس میده. اعتکاف بشینه، بفهمه، درک بکنه. یک روز تنها میشم، روزی میرسه حالی کلکین باز است، پکه چالان است، سر میکشم، دنیا را میبینم، روشنی و تاریکی را میبینم، در اختیار خود دروازه را باز میکنم، میرم آب میخورم. روزگاری که دروازه بند میشه، خروار خاک سر انداخته میشه، اونجا چی چیز به دردت میخوره؟ هوشیار هستی؟ جوهر عقل است؟ مؤمن هستی؟ به این نظامی که الله روان کرده، به شریعتی که محمد رسول الله برات تشریع کرده، یک روز گوش فرا نهادی؟ وظیفه است، وظیفه است، نوکریست، وظیفه است، نوکریست، وظیفه است. انجام بده، انجام بده. آخری روزیتون جست، آخری روزیتون جست. سوال از پیشت میشه، من ربک، پروردگارت شناخته بودی؟ و ذاتی که سری تو تصرف داشت او را شناخته بودی؟ تو خراب نداشتی، 10 دانه بردگار داشتی، یک داکسن داشتی، موتر بود، به مردم آب باد میکردی، خاک باد میکردی. کدام عمل نبود که انجام ندادی؟ شبای در دبی تیر شد، در پالوی زنای رقاصه، فاحشه، اینجا در فیلمان نشستی، اینجا محفل گرفتی، پیسیش تو دادی، لندغرا و فاسقا را جمع کرده بودی، شبا را به می رقم تیر کردی، در توی پلچت 7 شبانه روز رقاصه رقص کرد، پا پیسه را پاش کردی و باد کردی. جواب بده بچه، جواب بده. امروز به الله جواب بده که ربت کیست؟
ربت کیست؟ اینجا می روی وزارت ها تیر شد در این قصرها ظاهر شاه بود. در افغانستان اینطور منطقه نبود. زیباترین منطقه که ظاهر شاه جای عیاشی نداشته باشه. امروز کجاست؟ امروز جواب میده. من تو را میگم ای دوستم، دلم میسوزه. نکو بس کو، نکو دایره دین، از دایره دین نبرای، در دایره دین برگرد. بهترین موقع توبه برات میسر است. بهترین موقع الله متعال میخواه که تو را ببخشه. در این فکرم نباش که قدر گناه کردم که حالی بخشیده نمیشه. اگر به صدق و اخلاص بیایی زانو در مسجد الله بزنی معتکف شوی، شو تا صبح گریان کو، روز تا بیگار گریان کو. 80 و 50 سال و 40 سال و 30 سال عمرت تیر شده، بکش در دستی قفی دستی تا اینطور بگی از امی عمرت چیزی را که داری. مجلس های رقص تیر کرده، مجلس های شراب تیر کرده، مجلس های نانخوری و عزتمندی تا تیر کرده. چی داری در دستت؟ یک دفعه میالی سیکو. اعتکاف انسان در کجا میبره؟ پیغمبر از او خاطر اهمیت اعتکاف میفهمه که در شب اخیره معتکف میشه، معتکف میشه، تنها میشه. الله اکبر. انسان خیلی مصروف است، اینقدر مصروف است که پرسان نکن. مصروف جانی خود، اول مصروف جانی هستی، بعد از او مصروف اولاد، زن، خانواده، اقارب، مردم. یک دقیقه وقت نمیگیری، تلفن از این طرف از اون طرف. الله امی روابطه، امی تعلقات یک دفعه قطع بکو، خلوت بکو با الله، مناجات بکو با الله. الله، من یک انسان مخلوق پیدا شده، برای چی پیدا کردی مرا؟ زندگی من کلش امی گپا بود، امی که تیر کردم. یک روز در خانه کاکا، یک روز در خانه ماما، یک روز پشتی وظیفه، یک روز در معلمی، یک روز در بازار، یک روز آمدم گوی مانده، گوی زله، گوی راحت. امی زندگی مفهومش امیسته. امی قدر الله کائنات پیدا کرده، به می خاطر به می قدر گپ که نصفش در رنج و غم و درد تیر شد، یک چندش در خوشحالی تیر شد. این کل جولانگاهی موجودیت ما انسان امی قدر بود. صبح خیستم، دویدم، وظیفه اجرا کردم، پس آمدم. تو این کائنات صرف به می خاطر پیدا کرده بودی. زمین در خدمتم، آسمان در خدمتم، گیاه در خدمتم، ابر در خدمتم، باد در خدمتم، آفتاب و مهتاب در خدمتم، حیوانات و پرنده در خدمتم، هوا و اکسیژن در خدمتم، همش در خدمت ما. و ما زندگیم امی قدر مفهومش بود، امی قدر روزی که رفت آمد کردم. اگر این مفهوم زندگی باشه تباهی است. زندگی ما مفهومی خیلی با ارزش داشت. ما به یک هدف عظیم آمده بودم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما باید الله را میشناختم، خالق خدا میشناسم، رب خدا میشناختم که امروز در قبر روی سرخ جواب داده میتونم که ربی الله، مالک و متصرفم الله است. ما در دنیا طوری زندگی کردیم که فرمان مالک و متصرف فراموش نکرده، مکمل انجام داده. روز زانو زدی در قرآن کریم که رب تا بشناسی، روزی به یک درس دین نشستی. یک جمعه بود، امی جمعه را هم به جای ازی که صبحکی به زن میگفتی که کالای مرا تر کنه، آب گرم بکنه، در وقت مرا بخیزانه که وقت غسل میکنم، امروز در نماز جمعه در 10 بجه میرم اونجا قرآن کریم تلاوت میکنم، سوره کهف میخوانم، چند رکعت نفل میخوانم، صف اول میگیرم، وعظ و نصیحت بشنوم. نه جناب، این پیسه، این مادیات، این مقام و منزلت، این موترهای لکسی به محنت که در دست آمده تو را آرام نماند. صبحکی به زن گفتی که در سالنگ میریم، در تنگی سیاد میریم، در پغمان میریم، دخترای نیم قوله و زنای نیم قوله تا بار زدی. امیطور جمعه مبارکی تا در عیاشی تیر کردی. 3 نمازی تا سر اهل خود از بین بردی، ام دیگره، ام شامه، ام خفتنه، جمعه خود جمعه بود از بین بردی. پس آمدی مانده و زله بودی، آب بازی کردی، ساتیری کردی، نماز صبح هم نمیخوانی، زنگ برات میاد کجاستی نا وقت کردی. از او رئیسه که دی قدر میترسی که آلی میری 1000 بانه کرده رایستی. مریضی پیدا شده بود صاحب رئیسه، بسیار بخشش باشه.
پیش الله رفته نیستی. و خالقی که تو را پیدا کرده، و خالقی که یک حرکتت از او پوشیده و پنهان نیست. یوم اذن تعرضون لا تخفى منکم خافیه، هیچ چیز باقی نمیمانه. در پیش از او رفته نیستی. تفکر که برادر مسلمانم، تا کی در خواب غفلت، تا کی عدم درک حقیقت، تا کی ما زندگی و هدفش نشناسیم؟ خوش بمی هستیم، بمی خوش هستیم. برادر مسلمانم، بهترین موقع و فرصت است، بهترین موقع و فرصت است. دمی رایت آمده نیست، در اختیاری خود استی، در اختیاری خود استی. اولاد بگو اولاد، یک قدر ما تکلیف کشیدم، امی داش آمد دیگه، هیچ سر و کار قطعتان ندارم. نانی من اینجا برسه که ما بخورم خلاص. یک کمی دمی زندگی خود فکر بکنم. زندگی چی را میگه؟ شیرینی زندگی چیست؟ تلخی زندگی چیست؟ انجام زندگیم کجاست؟ ما که امی قدر تلاش میکنم، آخرش چی میشه؟ پیدا کردم مردم مظلوم و بیچاره را به جرم لا اله الا الله گفتن، به جرم حمایت از غیرت ایمانی خود شکنجه دادم. زود شو قایل شو، زود شو قایل شو، در برق بده، از مویا کشال کن، زود شو قایل شو. در این طور زود شو قایل شدن بروی که پوستت صدا بزنه، دستت صدا بزنه، چشمت صدا بزنه، گوشت صدا بزنه. تو میگی من این کار نکردم، خلیکن اعضایت چیک میزنه که کرده ای، زمین سرت چیک میزنه که کرده ای. دفتر ملائک خو این قدر افتاده است، الله خو هیچ پنهان نمیشی. و بنده خدا بشناس، ارزیابی کو زندگی تا، این مسیر در اختیاری خودت است. جلوی موتر زندگی در پیش خودت است. تکر میکنی یا احتیاط؟ کدامش میکنی؟ چه قسم میکنی؟ یک کسی عذر نداره در روز قیامت که بگه الله ما غافل بودم، ما خبر نبودم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به می خاطر تلاش میکرد، صحابه تلاش میکرد بدانند زندگی نام چیست، چی موقع زرین است، چی موقع زرین. بسیار خطاها، نقصانها، خلاها داریم، نقصانهایی داریم که هیچ عالم خودم در فکر خود بیارم بسیار شرمنده و خجالت میشم. روزگار یاغی بودم، باغی بودم، نمیشناختم حد و حدوده که الله برم وضع کرده بود. یا الله، آیا تو ذاتی هستی تواب الرحیم؟ امروز امو گناهی مرا معاف میکنی؟ بله، الله معاف میکنه. الله اکبر، چی موقع زرین، چه فرصتی طلایی آلی برای ما موقع دادی الله. همین قدر حالاتی که تیر کده میره معاف میکنی. بله، تدارک کده میتونم، نمازها رفته از پیش من، نیکی ها از پیشم رفته. الله اکبر، الله برات میگه انا انزلناه فی لیلة القدر. بندی غافل، بندی بیخبر کتابی را روان کرده بودم که به برکت این کتاب، از عظمت و بزرگی این کتاب، در کدام شبی که کتاب نزول یافته، این شب آنقدر قدر و شرافت پیدا کرده، آنقدر مقام و منزلت پیدا کرده که کسی در این شب عبادت بکنه برابر 1000 شب عبادت شمرده میشه. بنده مومن، ما این سوره را برای بیان منزلت شب قدر بیان میکنیم، لیکن اصل اینجا بیان منزلت و عظمت قرآن باید بیان کنیم که قرآن کدام کتاب است. رمضان که مبارک شده، چرا مبارک شده؟ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، کتاب الله نازل شده. رمضان مقام پیدا کرده، شرافت و منزلت پیدا کرده. شبی که این قرآن نزول پیدا کرده، این شب قدر برکت شده. ای بنده مومن، قرآن غذای روحی تو بود. اولادکایت امی قرآن در سینه داره، خبر داری؟ نه. اگر توی با این قرآن زندگی میکردی، مطابق دستورات قرآن قدم میزدی، تو کدام شرافت حاصل میکردی؟ تو کدام شرافت حاصل میکردی؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. در روشنی عمل انجام داده ای، تاریکی برات وجود نداره. در قبر برات تاریکی وجود نداره. در پل صراط برات تاریکی وجود نداره. در روزی که در طرف جنت میری تاریکی وجود نداره.
همراه امی کتاب الله متعال است. رمضان تیر شد، دمی مسجد هم ترجمه شروع بود. در دل گفتی امی قدر، در دل امی قدر گفتی امسایه بودی، در یو تلک خو بودی، در او دفترک خو بودی، خوابای تا ست سات زده ای. نگفتی که تو بیا امی قرآن اینجا آوازش میبره، یک 4 دقیقه بشینم این قرآن برای من چیزی میگه یا نمیگه، مرا آگاه میسازه یا نمیسازه، هدف زندگی مرا مشخص میکنه، از کجا آمدم، کدام طرف روان هستم، درک بکنم. انا انزلناه فی لیلة القدر، از برکت قرآن شب قدر مقام و شرافت پیدا کرده. لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، چی چیز تو را دانان در پیغمبر علیه السلام لیلة القدر کدام شب است، چی است؟ زمانی که در کتاب الله پس سوال صورت میگیره از خود مخاطب، ای مردکه این خط میفهمی؟ از کی آمده این خط؟ میفهمی؟ یک دم متوجه میشی این خط عادی نیست، این خطی است که به ما بسیار زیاد تعلق و رابطه داره، اهمیت داره. این خط نزدیکترین دوستیت، محبوبترین دوستیت روان کرده. خو دوستم رو کدام دوست؟ اول که میگیری که شروع میکنی او دیدیت میریزه، این کجا هستی دوست؟ او دیدیت میریزه. قرآن همیطور برات میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، بنده مومن میدانی شب قدر کدام شب است؟ الله و پیغمبر خود میگه عظمت و بزرگی شب قدر آنقدر بزرگ است که در قالب الفاظ باید گنجانیده نشوه، گفته نشوه. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه است که این شب دو نباشه. 1000 ماهی که شب قدر دیش نباشه، یک شب قدر 1000 ماه. عبادت ازی برابر 1000 ماه عبادت است. عذرداری بنده بعد ازی نقصانا کرده بودی در عمر خود، خلاها در عمر خود داشتی، ولی عذرداری. میتونیم یک شب همین شب قدر به زنده تیر کنیم به عبادت الله، به اخلاص و صمیمیت قلب خود. با فرهاد دریا تیر کردیم یک شبانی، 50 دوست دارم، 50 عروسی کرده. در 50 عروسی از شام نه از 3 بجه از چاشت روز از صبحکی قطی به رفیق خود دویدیم در برابر کردن امی ساز و سرود. زنگ زدیم، موتر بردیم، انتقال دادیم، کارت توزیع کردیم، نوشته کردیم. شبارم تا صبح در 2 بجه و 1 بجه را تیر کردیم. شانه را قطع شور دادیم با فرهاد دریا، با فیروزی قندوزی، با رضواه شانه را شور دادیم. 50 دوست داری، 50 شب تیر کردی. خو یک شب به خاطر الله خالق تیر کردی که هوش در سرت بیایه، از عقلت کار بگیری. از پیشت سوال میشه، از پیشت سوال میشه. امسایه طلب کرده امشب ما می رویم در فلان جای، خو سفری ما در شب است. نگفته نمیتونی، میگم سایه خفه میشه. شبی خوابی تا میگیری بی خواب میسازی، قطع همسایه رفته رایستی. میمان آمده، میمانی کجا هست؟ یک وقت در چرس زدن قطع یک جای بود. آلی در خانه که آمده تو خویت آمده لیکن خو نمیشی. 1 بجه شد، 2 بجه، او میگه که این شو باز می اثر نمیشه. چی روزایی بودنی که اردوی ما کش میکردیم، دود میکردیم. تو خو سرت آمده میگی که خو کنی لیکن خو نمیشی. امیر رفیقی چرسی تا خفه نمیسازی، شو در 1 بجه میرسانی. به عبادت الله رسانده ای، به عبادت الله تا شناخته ای، برابر یک چرسی قدر ندادی. بگو این سوالا متوجه موتو است. این سوالا قبل از اینکه اونجا برسیم این سوالا را تو خود بگی، متوجه خود بساز و بعد از او جواب ارائه کن. وقتی جواب ارائه نمیتونی، فرصت برات است تلافی بکنی همین عمرت. بله فرصت برام است. این 10 شب اخیر روان است، 10 روز اخیر رمضان مبارک.
از امروز کارهای خودم مکمل حسابا و معاملات خلاص کرده. با دوستای خود گفتم تا که عید تیر نشده از ما تو الله حافظ باشه. خلاص و دنیا امی قدر عمر دویدم، امی قدر نه شب سی کردم نه روز. صبحکی 4 بجه برآمدم، 11 بجه شب آمدم. بس است دکان دیگه، بس است فابریکه، بس است دفتر، بس است. منظوری من این نیست که شما تمامی وظایف فرضی تا نمیلا بکنی. او چیزی که در امکانیت است، او چیزی که در توانیت است، موقع برات میسر است، استفاده کرده میتونی. در او امو کارتو در پیش بگی، برو تلافی کنی. اینطور چانس دیگه پیدا کرده میتونی. الله متعال برات میگه اینقدر عمر زدیم یک شب برای من عبادت نتونستی. لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکه. بنده انسان میشناسی قدریته؟ منزلت تو چه قدر است؟ در استقبال و پذیرایی تو ملائکه آسمان پایین میشه، به شرطی که تو انسان الله شناس باشی، محبت قلبت با الله تعلق و رابطه قوی بسته کرده باشه، در عبادت الله نشسته باشی. جبرئیل امین وار شخصیت که مطاع امین است در اوجه، او هم پایین میشه. تنزل الملائکه و الروح. او جبرئیل امینی که او به جز از که قرآن بیاره، بالای پیغمبر بیاید، در این طور مواقع باید نزول بکنه، در این طور شب به خاطر تو نزول میکنه. امرای ملائک تنزل الملائکه و الروح فیها من کل امر. فیصله های سالانه صورت میگیره که آینده چی رقم است. حالتی تا میبینه که کدام بنده است، بنده ساز سرود یا بنده الله، قدرشناس آلات موسیقی یا قدرشناس شب قدر، کدام بنده است. سرنوشت یک سالت نوشته میشه. سرنوشت یک سالت امروز نوشته میشه، به ملائک داده میشه که بنده تا 1 ساله چی میکنه، کجا میره، چی عمل میکنه، در کدام جای وفات میکنه، نمیکنه، چه رزق میخوره. چه قسم سرنوشت میخوای نوشته شوه. قلم چه قسم در موردت کش شوه. فیها من کل امر سلام منهی حتی مطلع الفجر. این شب سلامتی است. ملائک سری تو سلام میگه تا وقتی که فجر طلوع نکرده. بنده دیگه عذر داری؟ من دیده بودم تا که خیلی گناهگار بودی، بسیار گناه داشتی، اما الله متعال یک نسخه برای محو کردن و شستن گناهت نداشت. یک نسخه خیلی آسان، یک نسخه آسان موجود نبود. در خلوت ننشستی، گناههای تدت پیش رو ننداختی، بعد از این دست دعا را بالا کردی، اشک ریختاندی که یا الله بجز از تو کسی ندارم که گناه مرا بخشش بکنه، بجز از تو. من بنده توستم، تو الله مستی. خود تعهد میکنم که دیگه ده همچو کارا باز نمیگردم، مطابق توان بندگی خود. الله مرا معاف کو. الله رد میکنه؟ الله رد نمیکنه. ادعونی استجب لکم. از من طلب کنه، من اجابت میکنم. الله اکبر. الله برات میگه ای بنده دیگه عذر داری؟ هیچ عذر دیگه برای تو باقی نمانده. چطور شده میتونه که همچو مواقع از دست بدیم، اینطور مواقع را از دست بدیم. عزیزان گرامی، وقت نمیگیرم، مشاغل دنیایی خود کم میسازیم، تلاش میکنیم تا روز 20 رمضان مبارک همه تعلقات و رابطات خود جمع کنیم، سوداهای عید خود بخریم، کلش اهل خود، اولاد خود آماده بکنیم، برنامه بسازیم. برنامه چه قسم میتونیم ما در شب و در روز اخیر رمضان در عبادت الله تیر کنیم. ولا از ساعت 5 تا 8 در سرسرک 80 متره در هتل ممتاز محل ترجمه قرآن کریم است. چقدر خوب. والا 2 بجه میخیزیم، از خواب میخیزیم، وضو میکنیم، 1-2 رکعت نماز میخوانیم، پس شوی میکنیم، خواب نمیکنیم، نماز صبح خوانده میریم در ترجمه، پس میاییم استراحت میکنیم، چاشت خدا گرمی خدا در استراحت تیر میکنیم،
در نماز پیشین به تازگی میخیزیم، نماز میخوانیم، بعد از کدام جای ترجمه درس است میرسانیم، نیست قرآن کریم تلاوت میکنیم، میشینیم در عبادت الله. دیگر میشه شام میشه برنامه پیدا کو، بیشی عبادت الله را بکو با فامیلیت با اهلت. رسول الله امیر رقم میکرد. اگر ما امتش هستیم ای دأب و عادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. اگر ما واقعا محبت با رسول الله داریم، عقیده به روز آخرت داریم و ما میگیم که رمضان مبارک بود، رمضان مبارک بود. ابی هریره رضی الله عنه میفرماید پیغمبر علیه الصلوة و السلام خطبه ایراد کرد و بعد از او بر ما گفت که اتاکم رمضان شهر مبارک، آمد بالایتان رمضان شهر مبارک، تفتح فيه ابواب الجنه، لیکن تفتح فيه ابواب السماء. آمده دروازه ها اعلا شد، از جنت دروازه هایش اعلا شده، و تغلق فيه ابواب الجحیم، دروازه های جهنم بسته شده، و صفدت مرده الشیاطین در یک روایت، و صفدت الشیاطین در یک روایت کلمه مرده آمده، شیطان های سرکش ها در اینجا بسته شده. فیه لله فیه لیلة خیر من الف شهر، من حرم خیرها فقد حرم. کسی که از خیر این شب محروم شد یقینا که از خیر بزرگ محروم شده، یقینا. دیگه مواقع تجارتی و موسمی اگر از دست آدم بره انسان تلافیش کرده میتونه، بدلش شاید به کوشش ها پیدا بکنی، لیکن ایره که تو محروم شدی در دست نآوردی، خیر بزرگ از پیشت محروم شده. از او خاطر انتظام بکنیم، از موقع کار بگیریم، از فرصت استفاده بکنیم و در شب اخیر خدا اعتکاف بکنیم. این ضرور نیست. یک تصور دیگه که همیشه به مردم پیدا میشه، میگه باز ما برام ضرورت پیدا میشه. جناب بنده مومن بشیدم اونجا، روزی که ضرورت پیدا میشه خو نفل است، عبادت نفلی اختیارش پیشی توست. تا ساعتی تا لحظه ای که به من نیت نشستی ثواب تبردی، بعد از ضرورت برات پیدا شده، ضرورت تدفع کو پس بیا بشی. خیر است اگر اعتکاف سنتی که مکمل در شب باشه برات میاثر نشوه، حسی اعتکافا خو برات میاثر میشه. یک حسی اوقات تو خو در عبادت الله، در مرکز عبادت الله تیر میشه. از او خاطر این تصورات گویی نکنه. والا ما چطور اعتکاف بشنم با درس میرم، بیشی اعتکاف سنتی نباشه تا که اونجا استی اونجا، روزی که در درس آمدی در درس بیا. این علایده برای خود ثواب داره، او علایده. خدا فریب ندی شیطان بس اوقات بندای دیگر بر انسان میپرته. نه، ما باید بیدار باشیم الله بکنه. لیلة القدر زیادتر روایات پیغمبر علیه السلام در حدیث میفرمه تحروا لیلة القدر فی عشر الاواخر من رمضان، طلب کنه شب قدر در 10 شب اخیر رمضان. اگر ما 10 شب در عبادت الله تیر کردیم، حتما شب قدر سر ما آمده. باز بس اوقات به انسان مصروفیت های می باشه، اگرچه اکثر مصروفیت ها ناحق است، شبهای طاق از دست ما نروه، خصوصا شب 27 از دست ما نروه، زیادتر احتمال داره. لیکن راجح است که 10 شب در نظر بگیریم، به خاطر که در 10 شب حتمی انسان با لیلة القدر موافق میشه. این ضرور نیست که آدم ببینه. مردم عوام میگه ما لیلة القدر دیدم، دیدن مهم نیست، قایم کردن لیلة القدر مهم است. از او خاطر ابی هریره رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که به عبادت الله تیر کرد شب قدر، از روی ایمان عقیده داشت، باور داشت که شب قابل قدر است، الله این شرافت داده، یک قدر عزت داده، و احتسابا به خاطر طلب اجر تلاش و جستجوی اجر میکردی، گناه سابقیت مکمل بخشیده میشه. این رسول الله مبارک میگه و ما یقین داریم. اگر ما از صدق دل از صمیم قلب توبه کردیم، هیچ گناه ما باقی نمیمانه. گناه مردمی را که کردیم، تجاوزها را، او را پس رد کنیم، الله متعال بخشش میکنه. الله ما را از همچو شبها محروم نکنه، از همچو عبادتها. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور.